سلام. امروز میخوام براتون قصه یکی از دوست داشتنی ترین صداهای موسیقی ایران رو تعریف کنم. مهستی با اسم اصلی خدیجه دده‌بالا 25 آبان سال 1325 توی تهران به دنیا آمد. از همون بچگی عاشق موسیقی بود، ولی راهش آسون نبود. استعدادش توسط اکبر گلپایگانی کشف شد و خیلی زود صداش تو دل مردم جا باز کرد. اولین بار در سن 20 سالگی با برنامه‌های تلویزیونی گلها شناخته شد و کم کم تبدیل شد به ستاره‌ای که همه با صداش خاطره دارن. خواهرش هایده هم یکی دیگه از بزرگان موسیقی ما بود و این دوتا خواهر با هم تبدیل شدن به صدای جاودان موسیقی ایران. اواخر عمر مهستی با بیماری دست و پنجه نرم کرد، اما حتی اون روزها هم امیدش از دست نداد. 4 تیر ماه سال 1386 توی لس آنجلس ما رو ترک کرد، ولی یادش و صداش هنوزم زنده است. اگه دلت گرفته یا دنبال یه صدای ناب میگردی، کافیه یکی از آهنگای مهستی رو گوش بدی. خودش راه و نشونت میده. رویت شاد مهستی عزیز، صدای موندگار موسیقی ایران.